ولی تو همین اوان یک دوستی من داشتم واسه ازدواج کنم، از من خواهش کرد که من گروه همو ببرم توی عروسیش. خب منم برای همین کار بودم دیگه، ما علاقه داشتیم که خدمت بکنیم. یکی از خدمتام همین بود. اون شب یادمه که ما عروسی این دوستم احمد وثوقی توی حیاتی بود و از کنم که تخت حوضی گذاشته بودن و طبق معمول قدیم ما گروهمون برنامه اجرا کردن و زدن و رقصیدن و فلان و اینا. من اون زمان آکاردون میزدم دیگه، یعنی مناسب رفته بودم و آکاردون میزدم. بعد دیدم که دایی این داماد اومد به من گفتش که فلانی من یک دوستی دارم که با من همکاره، در همون کشتارگاه کار میکنه، صدای خیلی قشنگی داره، میشه خواهش کنم که بگی این بیاد بخونه؟ گفتم من از خدا میخوام. اعلام برنامه کردم که اسمش چیه؟ گفت داوود مقامی. اعلام برنامه کردم که به افتخار آقای داوود مقامی دست بزنید که از دوستان دایی داماد هستن بیان بخونن. دست دادن من دیدم از اون ته حیات یک جوانی اومد، رشید، هیکل بسیار زیبایی داشت. البته حالا اینجا من فاکتور بگیرم، این جوانی که من دیدم همون زمانی که اومد بخونه که بعدها به من مجله شد، قهرمان سوم پرورش اندام کشور بود. حمازاس که قهرمان اول بود ایشون یه شخصی دیگه دوم بود، ایشون قهرمان سوم زیبای اندام کشور بود. من دیدم این اومد چه بدن زیبایی داره، خیلی چطور یه همچین هیکل قشنگی با این برو بازو اینا بخونه. خب لابد حواس کرده بخونه. اومد و گفتم که خب شما چی میخونی؟ گفت هر چی شما میگی بخونم. گفتم از علی نظری، آقای علی نظری اون آهنگ چیزشو بخون برای من، تو مرا ای عشق سوزان در آتش جان. آتش جان گفتم بلدی؟ گفت آره. گفتم بخون. اون شب این آهنگ آقای نظری رو منم با این کار میکردم، بسیار سر ذوق اومده بودم باش کار میکردم، جواب میدادم، زیر صداش میزدم. شاید بگم 4 بار مردم خواستن این دوباره خون، 4 مرتبه اینو خون. وقتی مجلس اون شب تموم شد ایشون من گفتش که شما کجا هستی؟ گفتم من جام فلانجاست. این آقای دایی داماد میدونه جای من کجاست، چون من با خواهرزادش رفیقم، جامونم میدونه. تو همون دوران که میرم من بس از صدایی خوش آمده بود بهش گفتم که من برای تو آهنگ میسازم بخون. آهنگ فریبا و قلب محزون رو براش ساختم. چند سالتون بود اون زمان؟ 23 سالم، 22-23 سالم بود، 22 یا 23 سالم. بعد خودم هم شعر میذاشتم، شعر فریبا رو ساختم براش، قلب محزون و اینو خلاصه به هر حال تمرین کردیم و چند روز بردم تو همون جلسه خودمون رو با بچه ها تمرین کردیم و حالا به هر حال رفتیم. استودیویی بود، زیاد خلاصش کنم براتون، استودیو به این صورت نبود که الان هستش، همه جای نقاط کشور استودیو هست. موقع یه استودیو به نام نیکونوین، آهنگای تبلیغاتی مثل نمک صدف چه کرده همه رو نمکگیر کرده. آره نمک صدف چه کرده همه رو نمکگیر کرده. مرحوم تابش هم توش کار کرد. حالا ما این استودیو رفتیم این آهنگو ضبط کردیم، بردیم صفحه‌شو. البته من نبردم، خود مرحوم داوود برد داد یک از این شرکت ها، چون من هنوز باور نمی کردم که این چه قدرت خونندگیش چقدر زیاده. خودم میدونستم چی کار کردم،
و صدای اونم گرفته بودم و کاملا تو ذهنم نشسته بود اون چیزی که باید من به این دادم. حدود 1 هفته بعد من از خونه صبح که اومدم بیرون من دیدم که آهنگ که ما در استودیو زدیم فریبا، آقا تو هر مغازه صداش میاد. اون موقع تپاز بود، ضبطای تپاز هم متحرک بود، باتری داشت. خدا رو شاهد میگم من قشنگ یادمه دیدم 1-2 نفر این ضبط تپاز دستشونه فریبا رو میخونه، فریبا. اومدم تو محل دیدم که صفحه فروش محل میده، ماشینا رو هر دوست دیدم فریبا هرشیبه. یهو دیدم داوود اومد گفت از سر کارش اومد گفتش که فهمیده چی شد؟ گفت عالمگیر شده این آهنگ. همه میان میگن که داوود دست درد نکنه عجب آهنگی خوندی. خلاصه بگم من تا به حال آقایون کمپانی دارا اگر صدای منو گوش میکنن تایید میکنن، اینو اکثر هم هستن، میدونن که من اغراق نمیگم. بزرگترین رکورد فروش سفر رو شکست. این فریبا به قدری فروش رفت که من دیدم این کمپانی ها مرتب میفرستن دنبال من که آقا با این خواننده بیا بر ما بخون. آقای معنویان میدونیم که آقای مرحوم مقامی چیزی در حدود 42 یا 43 تا آهنگ اجرا کردن که از این آهنگ ها 36 تا شعر و آهنگ شما هست. دلیل این چی بوده؟ خب خیلی واضحه، ما اون زمانی که هم دیگر دیدیم اون چی که خواسته هر دومون بود در هم پیدا کردیم. من دوست داشتم ملودی هایی که میسازم خیلی مانور داشته باشه، پیچیده باشه. دنبال خواننده میگشتم که توان اجرای اینو داشته باشه. داوود مقامی یکی از اون کسایی بود که این قدرت رو داشت. ضمن که صدای بسیار زیبایی داشت، توان مانور ملودی رو هم داشت. یعنی ملودیای من اونطور که دلم میخواست اجرا میکرد. این بود که یه تعصب خاصی نسبت به من پیدا کرده بود. آهنگسازای دیگه آهنگ می آوردن قبول نمیکرد. اون چند تا آهنگم که بیشتر از اون 36 تایی که من بهش دادم خونده تا 43 4 تا 4 تا این آهنگا بود که بعد از اینکه ایشون بیمار شد و من به اتفاق رفتیم اون دکتر مادر من دکتر صدری، این دکتر اینو معاینه کرد، بلا فاصله گفتش که باید عمل بشه، چون دچار بیماری شده بود که روی سن داشت برنامه اجرا میکرد یا دچار فراموشی میشد، یه حالت کمای حاضر داشت، یعنی وایساده بود ترانه رو میخوند اما شعر رو یه چیزای دیگه میگفت. اون وقتی دکتر رفتیم دکتر گفت بلا فاصله باید عمل بشه. وقتی که بلا فاصله فردا یا پس فردا اون روز داودم چون خیلی عذاب میکشید و ناراحت بود قبول کرد که عملش بکنن. وقتی که عمل کردن اولین ویزیتی که ما اومدیم پروی دکتر منو کشید کنار و به من گفتش که این کیه شماست؟ گفتم ایشون دوستم خواننده منه.
گفتش که زن و بچه داره؟ گفتم که بله زن و بچه داره. گفتش که خدا بهش رحم بکنه. گفتم که چطور دکتر؟ گفت این من عملش کردم، یک مقدار از مغزشو در آوردم، ولی این تا 18 الی 20 ماه دیگه میمیره. خب طبیعی من خیلی ناراحت شدم. از اونجایی که دلم نمیخواست اینو بهش بگم که ناراحت بشه، نه به خودش و نه به خانوادش، گفتم که چیکار بکنم. فکر کردم که خب تو این مدت کم، خب این یه مدتش که تو چیز درمان بود، حدود یه 2 ماهی 2-3 ماهی تا این بهبود پیدا کرد، یعنی طبیعی شد ظاهرا. گفتم که چه بکنم که یه خدمت بیشتری به این کرده باشم. در اینی که ناراحت بودم بهش گفتم داوود جان، تو که میدونی خوانندگی همیشگی نیست، به هر حال یه روزی هر ستاره هم باشه فول میکنه دیگه. تو بیا کارهای بیشتری بخون، تو که الان پول خوبی بهت میدن برای خوانندگی، فقط منتظر کار من نباش، کارایی که میارم برات بخون. اول که قبول نمیکرده، چون من نمیتونم بگم علتش چیه دلیلش چیه، میگه نه احتیاجی نیست، ما کار خودمون میکنیم. من بس که اصرار کردم، گفت خب پس یه کاری بکنیم، شما انتخاب کن من میخونم. بعد از این مطلب من قبول کردم که آهنگا رو من انتخاب کنم از دوستانم، ایشون بخون. رفتم خواهش کردم از مرحوم ناصر تبریزی، خدا رحمتش کنه، مرحوم مهدی مدنی، دوست بزرگوار عزیزمون آقای بدر، دوست دیگرمون فیروزه برنجیان، اینا کسانی بودن که کارهای جالب میکرد. من از اینا خواهش کردم هر کدوم 2 تا آهنگ به این دادم. این آهنگایی که شما میبینید اضافه بر اون مال اون زمانی است که دیگه قرار شد که این به حساب ذخیره داشته باشه از نظر اقتصادی. من خودم اون زمان نشستم آهنگ برباد رفته رو ساختم، برباد رفته رو ساختم و گریه چه حاصل رو. من این آهنگ رو نمیخواستم پخش کنم، داوودم خوند، خدا بیامرد خیلی هم زیبا خوند. بعد هی اصرار کرد که چرا اینو پخش نمی کنی. گفتم داوود جون الان آهنگای اونا رو داری تمرین میکنی، بخون اونا رو پخش میکنم. من اینو خلاصه میخواستم که این آهنگ برباد رفته، چون بر مبنای زندگی داوود ساخته شده بود، من خودم ساخت، شعرش هم گفته بودم، میخواستم که بعد از وفات ایشون بیام. بس که اصرار کرد دیگه موندم تو منظور اخلاقی موندم، چون نمیتونستم بگم به چه دلیل من اینو پخش نمی کنم. این بود که برباد رفته و گریه چه حاصل هم در زمان حیاتش پخش شد. بعد مرغ سرگردان و بعد آخدا و عرض کنم که این آهنگا رو بچه ساختن و اومد بازار و ایشون بعد از 20-22 ماه دیگه به هر حال به رحمت خدا رفت. ایشون اون زمان چند سالشون بود؟ 34 سال.